البته اون ناو که نه، ولی که اون کشتی که اسکورت می‌کردن رفت اون مین خورد، همونی که امام گفتن انجام شد. مینره که ما انداخته بودیم دیگه. کی میگه ما انداخته بودیم؟ خودش شما دارید میگید. سرگردان مین اونجا بود. مین سرگردان بود دیگه. بله. سرگردان مین سرگردان که نداریم که بالاخره یا عراق باید بخواد یا ما مین سرگردان هم بود. بالاخره وقتی میره مین سرگردان اتفاق میفته. من خودم یه بار تو خلیج فارس داشتم میرفتم، عراقیان مین ریخته بودن، مین سرگردان بود اونجا، ما نتونستیم مینه رو چیز بکنیم، نزدیکم بود به اون قایقی که ما روش میرفتیم برخورد بکنیم. بالاخره ما خودمون رو از اون میدان مین رهانیدیم. به بچه‌ها گفتم این مینه رو باید پیداش کنید، باید بگیرید منفجر هم نشی بیارید، و اتفاقا این کارو کردن. سند که مین سرگردان هم وجود داره. آره میگم سرگردان هست. موشک سرگردان هم موقع داشتیم ما. موشک سرگردان شما دارید میگید. به پایگاه‌های کویتی وقتی که حمله میشد میگفتیم موشک‌های، انا ترمش یادم نمیاد، اما میگفتیم این موشک‌های نامعلوم نامشخص. ما نمیگفتیم. توی خبرگزاری هم میگفتن. از جمله خبرگزاری خودم. خبرگزاری هم میگفتن. در خبرگزاری ما میگفتش که موشک سرگردان. اینم بالاخره رها میشه سرگردان دیگه جایی بالاخره وقتی که جنگ باشه از این اتفاقات جنگ دیگه میزنن، حالا به کجا میره خدا میدونه. بله درست.